மச்சான் வந்தது மச்சினி ஹதுள்ள மச்ச ஊதா மஞ்ச வெள்ள மச்சான் வந்தது மச்சினி ஹதுள்ள மூச்சு கிச்சு மூட்டி செல்ல இங்க மச்சக்கர வராம்பரு அல்ல இவன் இச்சதன பிச்சு குமே மூல. بچه اینجا همون محیطیه که شاه چندین سال درش زندانی بوده و از این ویو مقبره ممتاز خانم همسرش رو نظاره میکرده هر روز. این ویو به تاج محل هر روز از این پنجره از این مکان برای سالهای سال زمانی که اینجا زندانی بوده از این ویو تاج محل رو نگاه میکرده. بچه ها میگه از اینجا عطر میدادن، از این زیر میرفته، از زیر زمین میرفته اینجا توی این حوزه. خلاصه میگه اینجا عطر میزده، یعنی اینجا همیشه خوشبو بوده. Old city is on that side of the river bank. These are the out. امروز قشنگه. داریم میریم ویو پوینت غروب آفتاب رو ببینیم. با ویوی تاج محل باورم نمیشه. ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਆ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਟਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਚ ਡੌਗੀ ਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸ शांत होना पड़ेगा, उन्हीं जाता होना पड़ेगा। वही बात याद दिया हुए। वो नंबर, वो हॉटलाइन नंबर है। ساعت 5:30 اومدیم که خلوت باشه. الان ساعت 6 و همچنان تو صفیم و این صف همچنان ادامه داره. اینجا مایی، اینا دوستای منن، بچه‌های هاسته، اولویا از آلمان، جک و لوکا از استرالیا و 3 تا دیگه هم از آمریکا. اینجا اسکن می‌کنی، بلیطتو نشون میدی میای داخل، اینم ورودی. توی این مرحله هم وسایلامون رو میذاریم توی دستگاه، از این در رد میشیم اون بر تحویل میدیم. خب بالاخره وارد تاج محل شدم. همونطور که اکثرا میدونین تاج محل صرفاً یک ساختمون نیست. اینجا نماد یک عشق جاودانه است که توی سال 1632 میلادی به دستور شاه جهان برای یادبود همسر محبوب و ایرانیش ممتاز محل ساخته.
ساخت این بنای فوق‌العاده 22 سال طول کشیده و 20,000 هنرمند، کارگر و معمار از هند و ایران و ترکیه و آسیای مرکزی روش کار کردن. اینا تو صفن که برن اینجوری عکس بگیرن. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए।